خب امروز تصمیم گرفتیم که تاقچه عقب ریو رو در بیاریم برای باندای جدید. حالا گفتم که یه آموزشی هم باشه برای اینکه چجوری همین نمد رو در بیاریم، همین که صداگیری بکنیم اگه یه موقع احیانا صدایی چیزی داشته باشه. ایشون هستن نمد روی تاقچه عقب ریو، همونطور که میبینین جای باند و این وسط هم که جای چراغ استاپ ترمز سوم هست. خب در آوردنش اینجوریه که شما همونطور که میبینین این زیرش یه سری ابر داره، ابر سفید رنگ، برای اینکه کامل کیپ بشه به تاقچه و صدای احتمالا نداشته باشه. اگه موقع باز کرده ترجیحاً چند تا اضافه بذارین مشکلی براش پیش نمیاد. بعدم اینکه خار هست، چند جای مختلفش خار داره، نگاه کنین اینا هستن که موقعی که میخوایم در بیاریم باید حتما از توی صندوق اولین کاری که میکنیم چراغ استاپ سوم باز میکنیم که این زیر هست. 2 تا پیچ داره که اینجا هست، من حالا درشون آوردم. 2 تا پیچ دارن، این شکلی هستن. نگاه کنید سرشون یه چاک داره که شما بعد از اینکه مهرهاش رو باز کردین، مهرهاش هم این هست، اینا هستن. این که این ورش که چاک نداره، داخل خود صندوق پیچ میشه، شما اینو پیچ میکنید میره بالا، گیر میکنه به چراغ استاپ سوم. بعدم مهرهشو که باز کردین، مهره روشو که باز کردین، برای اینکه این میله رو در بیارین، از این سرش که چاک داره یه پیچ‌گوشتی که بکنین توش راحت در میاد. پیچ‌گوشتی رو که کردین تو، این میله و مهرهشو در میارین، چراغ استاپ راحت در میاد. بعدم اون خارایی که بهتون گفتم هست، خارا جاشون توی سقف معلومه، همین جایی که سوراخ سفید رنگ از نور داره رد میشه جای خار هست. خارا رو با انبردست که بگیرین، یه هول بدین به داخل، راحت در میاد. بعدم چیز دیگه ای نداره. خارو ممکنه به کمربند گیر بکنه که کمربندم شکاف داره دقیقا توی نمد صندوق که شکاف آزاد میکنه، راحت در میاد. این من حالا بیشتر باز کردم برای باندا، ولی قصدم این بود که خدمت شما که عرض شود این رنگ خیلی ساده روی اسپیکرها رو عوض کنم، سیاه کنم. الان دیگه فرصتی دست داد این کارو انجام میدم. 4 تا پیچ داره، 3 تا 5 تا ببخشید 5 تا پیچ داره، باز میکنیم این پلاستیک در میاد. ان شاءالله شما هم انجام بدین، راضی باشین از نتیجه. مرسی.